ماهیت بحث مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان چیست؟ بیاین همین رو با زبان بسیار ساده یک بار میگیم که بحث بین تاجیکستان و قرقیزستان از چی عبارت است. اگر خیلی اوریان گپ بزنیم، همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم، همین روز، همین سال 211,000 گکتار زمین از حساب حدود جمهوری تاجیکستان در اختیار دولت همسایه جمهوری قرقیزستان قرار دارد. 211,000 گکتار. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان 23 سپتامبر همین سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرده. همین رقم 211,000 گکتار را در سطح جهانی همچون رقم رسمی نظر تاجیکستان بیان کرد. این 211,000 گکتار زمین در کجاست؟ ببینید در بحث‌های مرزی ما بیشتر بحث واروخ رو میشنویم، بحث خواجه اعلی، بحث اسفره رو میشنویم و گمان میکنیم که همین بحث همونجاست فقط. ولی بحث خیلی وسیع‌تر از اسفره است. ما پیش از همه کلانترین قطعه زمینی که از حساب زمین‌های قانونی تاجیکستان در اختیار قرقیزستان است، این قسم از جماعت خستیورز ناحیه باباجان و فروخ، یعنی سابق خوجند. یعنی اگر شما از زمین ناحیه خوجند قد راه روید، اون طرف راه همش قرقیزستان است، در خستیورز، خستکوز نام دارد. همین اون طرف راه مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش همش تاجیکستان بود. در نمیجه 84,000 گکتار، یعنی نصف جماعت خستیورز رفته است به اختیار قرقیزستان. اونا آمده رفتن همین راه ماشین، حتی لبلبی آبانبار قیراقو میرود یک بخشش. یعنی که همین از همین راه این طرف قرقیزستان همونجا پست مانده است و این حساب کرده از زمین‌های قرقیزستان. این یک پاره کلان در اونجا است خستکوز. اون پاره کلان که قریب در بارش گپ زده نمیشد، ما 56,000 گکتار در ناحیه کوهستان مسچو داریم که در اختیار قرقیزستان است. در ناحیه کوهستان مسچو چرا این منطقه خاموش است؟ چون که همین منطقه اندرک که از ناحیه کوهستان است یک جنگلزار و کوهسار است. بنابراین 56,000 گکتار از حساب زمین‌های ناحیه مسچو کوهی است. این دو. اما سوم 61,000 گکتار از حساب شهر اسفره. وقتی میگیم از حساب زمین‌های شهر اسفره، نه به معنای از حساب زمین‌های خود شهر اسفره، به معنای تمام منطقه ناحیه اسفره. در اونجا 61,000 گکتار است از حساب جماعت واروخ، چارکو، سرخ، سه جماعت اساسی. و جمعاً باز یک 10,000 گکتار دیگر در ناحیه جباررسول و سپیتامین، بعضا بخش‌ها در کانی بودم، بخش‌های خوردی بحثناک است. جمع یعنی همین میشود 211,000 گکتار. همین 211,000 گکتار میشه 2110 کیلومتر کوادراتی. یعنی حدود شهر دوشنبه 200 کیلومتر کوادراتی است. با قشلاق‌هاش او از ورزاب تا چوریکران و تا حضرت مولانا همش. پس همین حدودی که قرقیزستان در دستش دارد بیش از 10 برابر حدود شهر دوشنبه است. 10 برابر حدود شهر دوشنبه با همون ناحیه‌های اضافه شده اطراف. او تقریبا از نیم وحدت تا نیم حصار میشه یک دوشنبه حاضره. یا اینکه در مثال کشورهای خارجی گیریم، مثلا قریب برابری حدود کشور لوکسمبورگ در اروپا، یعنی کشوری از بحرین 600,000، یعنی 2 برابر حدود بحرین، 2 برابر حدود سنگاپور،
یعنی قدر گپ در باره یک سرزمینی بسیار کلان می رود. این خیلی است که گپ در باره همون چهارراهی وروخ باشد و یا در باره جماعت وروخ یا دهه مثلا خواجه اعلا باشد و ما فکر کنیم که همون قدر بحث است. بحث و قدر نیست. یعنی بحث در باره همین قدر حدودی کلان می رود. حتی اگر حدود شهر خوجند و شهر اسفرا و شهر کانیبودوم یک جا جمع کنیم با ناحیه ها و دهاتش انقدر بشود. بنابراین یعنی یک بحث بسیار کلانی مرزی وجود دارد. و اکنون ماهیت امروزه بحث همین است که تاجیکستان پس از کسب استقلال به طور بسیار طبیعی، منطقی، حقوقی طلب دارد که همسایه عزیز همین زمین ما رو که در دوره شوروی برای استفاده موقتا داده شده بود بازگرداند. تمام. این ماهیت بحث. یعنی تاجیکستان از قرقیزستان حتی یگان سانتی متر زمین طلب ندارد. ما به زمین اینو نه نیاز داریم نه طلب داریم، بلکه ماهیت همین است که همین 210,000 هکتار رو که باز میگیم چخیل به دست شو رفت همین رو اکنون پس گردانید. اون کشور همسایه با هزار سبب ها این رو پس گرداندنی نیست. همین ماهیت بحث. 602 کیلومتری همین سرحد علامت گذارش است. عموما سرحد بین قرقیزستان و تاجیکستان از منطقه سوخت تا مرغاب جمعاً 990 کیلومتر است. یعنی قریب 1000 کیلومتر. 987 کیلومتر است. 13 کیلومتر کم 1000 متر. یعنی قریب 1000 کیلومتر سرحد داریم با قرقیزستان. از همین 1000 کیلومتر 602 کیلومترش بحث ندارد و سازشنامه پیشکی در این باره امضا شدگی است، یعنی موافقه شدگی است. اما به سببی که 39% دیگرش بحث نکرد، جانب قرقیزستان همون 61% هم امضا نمیکنه. ولی در 39% دیگری مرز بحثی این است کی است از ماست از شماست ادامه دارد. اکنون به درون همین بحث اگر بیاییم چرا نزاع می شود؟ چون که اینجا منطقه است که مردم ما زندگی میکنند و چند عامل نزاع هست. بینید یکم عامل از همه کلان نزاع این زمین است. دو نوع زمین، زمینی برای استقامت، زمینی برای کشاورزی. دوم عامل چراگاه است. سوم مسئله راه، هم راهی به وروخ همه جا مسئله راه. چهارم مسئله برق، سیمی برق. پنجم مسئله آب بسیار مهم است. تقسیم دریای اسفره، تقسیم آب در همه منطقه، ولی مشخصا اون چه بسیار میره. ششم مسئله گذرگاه، من این روی ماشینی همین گذرگاه حتی عادی انسانی، مثلا در این دهه خوجه اعلا خانه های خیلی نزدیک بین همن که حتی از همین خانه همسایه خانه او همسایه روی از حدود قرقیزستان میگذری، برای همین نمیموند. بنابراین رفته او با بالای قشلاق با همین خانه همسایه میبیایی. خلاصه روی گذرگاه، روی ماشین دیگر است با روی گذرگاه درون. و یک چیزی که بینید چقدر دردناک است مسئله قبرستان. ما 3 مورد داریم که قبرستان‌های اجدادی مردم ما اکنون شدن حدود قرقیزستان. از اون در این خستیورز 2 مورد هست. مثلا قبرستان از راه اون طرف بوده، در طول 100 سال چند صد سال همه گذشتگان مردم اینجا خاک شدن. اکنون مرز کشیده است میگه قرقیزستان است. دیگه اگر خواهد حتی سر قبر پدرش رفته یک دعا کند باید ویزا گیره قرقیزستان را، یا عموما ممکن است برود. حالا که به چشم دیده میشه که این قبر پدر این 100 متر اون طرف، ولی رفته نمیشه.
این اینجا فوجیه خیلی انسانی هم هست. این خیلی مسئله ها باعث میشه که وقتی انسان ها با این مسئله روبرو میشن، اون نوع بسته از سیاست دولت، نوع بسته از مسئله سیاسی، اون مثلا میخواد سر قبر پدرش رود، دو قرقیز رو میزند بسن، این میشه نیزا آغاز. یا که اون فرزندش میخواد به همین راه نزدیک مکتب رود، رفته به او بولوی قشلوق نره، همین که گذاره. این گذارد میگن که از محله قرقیزا گذشتش و سرحد ویرون کنی میزند. یا که مثلا میخواد پولیسش آب تیر، آبی که 1000 سال هفت پشتش از همین آب داده است، میگه این آب قرقیزستان است، میبنده، میشه نیزا. یعنی نیزاها در محیط واقعی زندگی مردم جریان دارن. ماهیت اولش سیاسی نیست، لیکن وقتی که این جانب قرقیزستان این مسئله رو چنین کرده است، هر یک نزاع اکنون میشد بحثی بین دولتی. جانب قرقیزستان به جایی که در همین مسئله یک سازش و یک تفاهم کند، یک دو قدم جدی مونده است که ما مثلا همچه تحلیلگران میگیم که همین نشان میدهد که این زمین ها رو دادنی نیست. سه مثال میارن که چه خیلی میفهمیم دادنی نیست. اول اینکه همین زمین ها اکثرشون بدن جزئی ولایت اوشی جمهوری قرقیزستان. سال 1999 دولت قرقیزستان یک ولایت نو تأسیس داد با نام ولایت بودکند. ولایت بودکند نبود. انا از همین حساب زمین های از حساب تاجیکستان گرفتن اکثرا شد ولایت بودکند. یعنی ولایت بودکند بیشتر همین زمین ها رو فرا گرفت. دوم، یک قانونی بسیار مخصوص قبول کردن همین سال 21، یعنی 2 سال پیش، 1 سال پیش، درباره مقام مخصوص ولایت بودکند. یعنی در همین قانون نوشته است که هر شهروندی که رفته در ولایت بودکند زندگی کند، تجارت کند، خانه کند، از همه اندازها آزاد. در این بند 14 همین قانون نوشته است که دولت باید تمام شرایط به وجود بیارد که مردم رفته در بودکند زندگی کنند. پسیولکه ها، قشلاق ها، دیه های اهالی نشین نوی قرقیزی اونجا به وجود بیاید. و اگر یک کارمند، یک معلم رفته در بودکند معلم شود، معاشش 2 برابر. یک دکتر رفته در اونجا کار کنه، معاشش 2 برابر. یک سربازی که در ولایت بودکند خدمت میکنه، معاشش 2 برابر. یک افسر. پس همین معناش که این اینجا دادنی نیست، بلکه قوی کرده استوده است. چرا این مسئله مهم است برای قرقیزها؟ چون که همین جغرافیای جابجایی مردم خودش میگوید که این منطقه تاجیکان است. چرا؟ چون که در این 3 جماعتی که در سرحد بودکند داریم، جماعت وروخ و چارکو و سرخ، بیش از 100,000 نفر تاجیک زندگی میکنند. 104,000 تقریبا. اما در همین میان همگی 6,000 نفر قرقیز است. پس همین 6 کجا و 105,000 کجا؟ همین نشون میده که اهالی اینجا کی هست. و این 6,000 قرقیز هم در همین 30-40 سال اخیر آورده شنونده. باز ما وقتشا میگیم مثلا سال 75 سال 70 شما یک جماعتی همونجا کاغذاشو برداری، حتی یک شهروندی قرقیز تبار نیست در حجتاش، همش از سال 70-80 بعد پیدا شده. بنابراین اهالی تهجایی اونجا که 90% زیاد رو تشکیل میکنه در اون وادی تاجیکان هستند. بنابراین قرقیزستان میگه که برای تشکیل کردن دیه های قرقیزی اینا مواد ساختمان، اینا امتیاز، اینا از انداز آزاد، اینا راه روید اونجا معاش 2 برابر،
بهترین مکتب، بهترین خانه همونجا میسازن. حتی زندانیان رو، یعنی که اگر رفته در بودکن زندگی کنی آزاد، یعنی به یک طریق همینجا رو اهالی نشین و قرقیز نشین کرده. و از همه مسئله سنگین که من همین تقریبا 2 ماه یا 1 ماه پیش 20 اکتبر سال 2022 قانون نوی جمهوری قرقیزستان قبول شد که مسلح کردنی اهالی ولایت بتکند رو اجازه داد. یعنی عملا به اینا سلاح داد که مثلا شما همینجا همچون ولی ما قرارداد میکنیم که مثلا باید دو طرف قوه‌های حربیشه از سرحد چند کیلومتر دور نگاه داره و قوه حربیشه که بیرون بره، همه اهالی قشلاق خودش به یک ارمیه تبدیل داده است. قانونش روز اجازت میتونم، قانونی که از 20 اکتبر 22 قبول شد دقیقاً اجازت میدهد که اهالی نزد سرحدی ولایت بتکند با سلاح آتشفشان یعنی اتومات پولمیات میتونه تأمین کرده شوند. من قانون یک دولت دموکراتی فرض کنم. همین 3 چیزی که گفتیم، یکی تاسیس ولایت، یکی از این امتیازها، سوم همین مسلح گردانی اهالی، اینا نشون میدهد که یعنی همسایه عزیز این زمین ها را به آسانی دادنی نیست. طبیعی است که تاجیکستان هم همچون کشور صاحب این زمین ها طلبش رو ادامه میدهند. از این رو جامعه ما باید بسیار متحد، آماده و در اطراف موقع دولت استوار باشد.